صلوات بر روان پاک شهدای معظم اسلام، شهدای مظلوم و سرزمین خود ما، و درود به همه شما خوبان. خوش آمدید به یک روز درسی دیگر در مسجد جامع قریه برگوج. ما در ارتباط با بحث های گذشته تجوید مخارج حروف را یک مقدار خواندیم. گفتیم ما لغت های حرف های زبان عربی را که 28 دانه باید دو نوع بشناسیم. یک نوعش محل خروج اونها را بدانیم که هر حرف از کجا استخراج میشه، از کدام قسمت دهان یا از کدام قسمت دستگاه تکلم بیان میشه، این را بشناسیم. یک مورد دیگه صفات حروف را بشناسیم، یعنی هر حرف در زبان عربی باید از دو زاویه شناخته شده. ما از 28 حرف گفتیم 10 تا حرف در زبان عربی کاملا ویژه است. دلیل ویژه بودنش هم گفتیم که چون در زبان فارسی متفاوت تره، آنگونه‌ای که ما و حرفات در زبان فارسی بیان منیم در زبان عربی متفاوت تره، به اون خاطر روی از او تمرکز زیاد داشتیم. او 10 تا حرف را ما و شما خواندیم، مخارجش را که از کجاها استخراج میشه. امروز به ادامه و بحث میخوایم صفات حروف را بشناسیم. شما کسایی که مکتب خواندین حداقل صفت را خواندین، یا در انگلیسی اگه خواندین صفت را خواندین. صفت معنایش اینه که وضعیت و چگونگی یک شی را نشان میده. به طور مثال ما اگه بخوایم زمان را بشناسیم، یک شناخت ظاهری زمان ولد فلانی، محل زادگاهش هم فلانی جایه، این دیگه بسنده نمونه. ما میخوایم زمان را با تمام جهات بشناسیم. صفت هایی که معمولا زمان داره، استعدادش چگونه، با چه هنر شوق داره، در کدام ورزش علاقمنده، چه خوی داره، چه خصال داره، چه کارها را انجام میده، تمام داشته های بیرونی که بتونه زمان را برای ما شما خوب نشان بده، این میشه صفات. حرف هم عین شکله. ما در حرف میخوایم صفات حرف بشناسیم. یعنی چی؟ صفت یعنی حالت شی، این خود معناش شد. در الفبای زبان عربی حروف حالات مختلفی که در حرف هنگام تولید پیدا میکند، مثل نرمی. هر حرف در جایهای متفاوت ویژگی‌های متفاوت داره. در جایگاه‌های متفاوت ویژگی‌های متفاوت داره. مثلا با فتحه یک طوره، با ضمه یک طوره، وقتی با الف قلم یک رقمه، در اول یک رقمه، در وسط یک رقمه، در آخر کلمه هم طور دیگه. مثالش میگه صفت نرمی داره حروف، صفت سختی داره حروف، صفت سستی داره حروف، درشتی داره حروف، قلقله داره حروف و امثال اینا رو باز ان شاء الله میخوانیم. استعلا که از کلمه عالی و بلند مرتبه گرفته شده است، معنایش اینه که در لغت استعلا به معنای برتری طلبی، میل به بلندی داشتن رو میگه. حروفی که علاقمند باید بالا باشه، تمایل داره که با چاق گفته شوه نسبت به سایر حروف ها، این برتره. در اصطلاح چه میگه؟ در اصطلاح تجوید میل ریشه زبان به سوی سقف دهان در هنگام تلفظ حرف. همیشه این حروف ها علاقمنده که به سمت سقف دهان بالا بزنه. مثال هاش برای ما شما اینجا کار شده، حالا باز ما شما کار نیم. در اثر صفت استعلا صدای حرف درشت و پرحجم می شود. متوجه باشیم که استعلا از تفخیم متفاوته. استعلا از تفخیم متفاوته، چون ما در حرف را باز مرسیم انشاءالله که رای مفتوح و رای مضموم، یعنی رایی که زبر داره و رایی که پیش داره پر خوانده میشه نسبت بر رایی که زیر داره یا کسره داره. بلکه استعلا موجب تفخیمه. استعلا موجب میشه که باید تفخیم را ایجاد کنیم ما، در حالی که با خود تفخیم کاملا متفاوته. 7 دانه حرف دارای چنین صفاته: صاد، زاد، توی، زوی، غین، خ، قاف. غین، خ، قاف. این هر 7 دانه همیشه علاقمنده که باید چاق استفاده شه، چاق گفته شه. اگر نشد صاد سین میشه، زاد زوی میشه، ز میشه، توی ت میشه، بازم زوی زال میشه یا ز میشه، غین بازم یک حرف دیگه میشه، عکسدار نمیشه، خ هم این شکل و قاف هم این شکل. حقش ادا نمیشه. یعنی اگه ما استعلا نخوانیم، استفال بخوانیم، ضدش پایین بخوانیم،
ما حق حرف ادا نکردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آفرین، درست کمک بری رنگ و بوی بدی دیگه ها. بسم الله الرحمن الرحيم. خب متوجه نه؟ ریای تفخیم، حیا، چقدر ستره و تمیزه. خواه ليسوا سواء. آها، امزه دیگه. باز مدش هم مد واجب. لیسوا سواء. ایشی باز دو حرکت. هرچی که داریم ما در سوا داریم امی آنک شد دو حرکت تمام میشه. خب ليسوا سواء. مد کم میری. خب ادامه بدی باز بیایم مد پیش روید. من أهل الكتاب أمة قائمة. قائمة مد واجب، نامش مد متصل. هرگاه حرف مد الف و سبب مد همزه و هر دویش در یک کلمه بیایه این میشه مد متصل. از حد اقلش میگه باید 5 حرکت باشه، از 5 به بالا تا 6. حکمش هم حکم واجبه دیگه. اونایی که نمیدانه اونایی که میدانه باید واجب قطعی که انجام شوه. خب متوجه شدی که ما چی رقم گفتم؟
أمة قائمة يتلون آيات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میم چال ندیا. همین میم رسید تمام صدا اتومات از جایگاه قطع میشه. رحمن الرحیم. اذا ما بدي وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. چی رقم خواندی؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. آفرین. آخر هیر زیاد جالب هی نیا. فلن یکفروا. هیش باید ظاهر شنه. هی نافی هم از حلقینیه دیگه. برو. والله عليم بالمتقين. آفرین. بزن تحریر. بالمتقین.